میخواستم فقط یه دوست بود، فقط یه دوست. تنها چیزی که من میخواستم این بود که یه خانواده داشته باشم. جونپه هنوزم دیر نشده. من و تو مامانی تو آفولیت و سکون البته میتونیم یه خانواده بزرگ و خوشحال باشیم. آره داره درست میگه، این میتونه یه شروع جدید باشه. پس این بکنه ننته. نه ماهی تو این کارو نکن. اون بابای جدیدمه. جونپه پسر ناتنیم. کی تو وقتت؟ جونپه نه برو بگیرش زگه خوب. جونپه نه بس کن. من باباتم. اون نمیشنوه چی میگی چون تبدیل به یه نفرین شده. ای دندون لب خندون دی خندون لب دندون آب خندون. چطور تونستی؟ به همون پورنگ غمگین تبدیلش کردی؟ تو زیبترین قسمتش بود مجبورش کردم کل ویدیوهای فرید کنزو هم ببینه. تو دیگه چه شیطانی؟ چه خلاقه این پسر دخترم ها. بعدم کل ویدیوهای پولی ننش خریدم تو سایتای مفتی خاک برسری دیگه مجانی گذاشتمشون. این کشو بده. بعدم کشتمش. خر هی تخم سگ جا به جا شو با من. نه سکونا خیلی نگاه کن کنش از ننش برس برده. یکی جفتشون مردن. تو چند هستنی که من تو زندگیم دوستش داشتم و کشتی. تو یه میف سگ هشه رو دوستش. خفه شارون زاده.